یکی از مشکلاتی که ما ایرانی‌ها برای یاد گرفتن زبان انگلیسی داریم اینه که نمیتونیم از همون چیزایی که یاد گرفتیم استفاده کنیم. حالا علتش چی میتونه باشه؟ یکیش اینه که خب سفر نمیتونیم بریم، سفرهای خوب درست درمون، به خاطر حالا هزینه ها، به خاطر ویزا، پاسپورت. اونایی هم که سفر میتونن برند نهایت ترکیه و گرجستان و ارمنستان، اونها هم که اصلا انگلیسی بلد نیستن. خب این خیلی بده. یعنی ما یه عمری کلاس میریم فقط کتاب و جزوه و معلم، بعد اگر بخوایم 2 تا جمله استفاده کنیم، حرف بزنیم، نمیتونیم، چون در دنیای واقعی تمرین نکردیم، استفاده نکردیم. یه زمانی تو ایران توریست زیاد میومد، مثلا اصفهان من هر بار میرفتم پر توریست بود. حالا توریستای اروپایی، توریست چینی، بالاخره اونها با انگلیسی کارشون رو راه میندازن دیگه. ولی الان همونا هم دیگه نمیان و این خیلی بده. یعنی امکان استفاده کردن از زبان انگلیسی در ایران نیست. حالا اونایی که باز کتاب میخونن، فیلم میبینن، سریال میبینن، یه مقداری شرایط بهتری دارن.